میدان 4 تا اغتشاشگر تو خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اغتشاشگرها صرف نظر کنیم، نه. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات بشه، در این تردیدی نیست. اما میدان فقط این میدان نیست، میدان خیلی وسیع‌تر از این هاست. میدان خیلی عمیق‌تر از این هاست. شما وسط این میدان ایستادید، میخوام بسیجی قدر خودش رو بدانه. مذاکره مشکل ما رو با آمریکا حل نمیکنه. بله، مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل میکنه. چی؟ با آمریکا باج بدیم. نه یک بار، با یک بار باجم قانع نیستن آمریکایی‌ها. امروز باج بدیم، فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم، پس فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم. امروز میگن هسته‌ای رو تعطیل کنید، اول میگن 20% رو تعطیل کنید، بعد میگن 5% رو تعطیل کنید، بعد میگن بساط هسته‌ای رو برچینید، بعد میگن قانون اساسی رو عوض کنید، بعد میگن شورای نگهبان رو بردارید. باج میگیرن آمریکایی‌ها.